اینجا بندر ترکمن است، شهری که در شمال شرقی ایران و در ساحل دریای خزر قرار دارد. این هم ایستگاه آخر اولین مسیر راه آهن سراسری ایران است. راه آهنی که بعد از 1400 کیلومتر از بندر امام خمینی در خلیج فارس به اینجا میرسد. این مکان امروز متروک و نیمه ویران است و سالهاست کسی اینجا صوت قطاری را نشنیده. راه آهن سراسری ایران به دستور این چهره رضاخان از شمال تا جنوب کشور کشیده شد. او خودش شخصاً پروژه ساخت راه آهن را مدام و از نزدیک پیگیری میکرد. علت اینکه او اینقدر پیگیر راه انداختن راه آهن بود چه بود؟ چرا این راه آهن این مسیر را طی کرد؟